دوستان عزیز و مهربان، پیش از شروع کردن ولاگ میخواهم به شما یک کانال همی دودرمونه که نام داره، کانالش دولت، پیشنهاد کنم. در اینجا شما میتوانید فقط سرودهای عاشقی، موزیکای رقصی دریافت نموید. در اومده حتما ابونه شوید، از نام کانال ما گپ زنید، سلام رسونید. حالی دودرمان خودش نمیدونه که ما کانالی را реклама کردیم، یک برای خوشحال کردنش خیر реклама کردیم. دوستان عزیز، یکم کامنتاری دا закрепید میکنیم سیلکای کانالش، حتما در اومده ابونه شوید، دستگیری کنید. خیلی خرسند میشوم خودم برای دستگیری کردن شما. یک جهان تشکر و شروع میکنیم ولاگ خودمون. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. از همان منتظرم برای کامنتاری های خوبه که در کامنتاری نوشتید. اینا با دعای شما، با همین دستگیری های شما یکم تورت زکاس کردگی با اختیار خود چون در افیر نفروخته زنگ زدن زکاس کردن خیلی یک تورتک تیار کردیم. شما بهاتید این تورت مون هست. این تورتی مدام خیلی صورت روی کردن که رنگ همی روی مانند همی تیار کن، نام بنویس. تورت مون هست ای تورتی پراگا، تورت مون هست ای تورتی پراگا. اینم خیلی تیار کردیم. شما بها بتید، شما بها بتید دوستان عزیز. اینم خیلی چارکنجا بکو گفت گیردگ نکن. اینم خیلی تیار کرده دادم. دیننگی ویدیو مونه تماشا کردین، مخول شده شونه تورت زکاس کردن. خیلی کیلوش 70 سوم کردیم، 3 کیلوی. اینم خیلی دوستان عزیز. و کامنتاری های کشیدک در کامنتاری گفتن که یکم کامنتاری که در کامنتاری نوشته چی زور دومده قدر زور زده در برای همی چی دخوف کد گپ زده استی نکمی کورتوخ یگان کس مجبور کد استی. تا گفتم خیلی گپی یک از خندم گرفته. خیلی به بحر شما گفتستم دوستان عزیز که ما هم یک دو کسی که با رنگ ما برین دخوفکای اودول داره، ما برای همه فهموندم و فکر کرده که خیلی یکم بای دختر بودایده. فکر کرده که حاضر هیچ کم خالی دخوفکای اودول استفاده نمیبره، همین گپش نویسته. بعد دیم کامنتاری کشید، من میگه که با این دخوفکای شما هیچ که شما رو تورت زکاس نمیکنه. عذاب هم نکشید، زور هم نزنید. با این دخوفکایی که شما دارید، با این دخوفکتون هیچ که تورت زکاس نمیکنه. فکری ما همه دوستای عزیز، گپ در دخوفک نیسته، گپ در یگان چی دیگه نیسته، گپ در کوشش کردنی همو انسان خودشه. نمی خیلی دوستان عزیز، خیلی تورت بردنشید شوهرم میبره، با کم ویدیو میکنه. دوستان عزیز، اینا شوهرم گرفته میره تورت. ایده فروش نپشونیم برای که слишком грубый металл خالی با بالاشو میپشونیم و упаковка میکنیم. خیلی свободно میبرن. هم در تاکسی میره و 33 میره خودش تاق کتگی که باید تورت روشو پشونده نبره. گفته است نه خیلی شوهرم رفته است برده است، میگه که اکو ما ویدیو کده بستم نمیکنم اونجور ویدیو خیره ها رو بکو خودمو یاد میگیره. یاد که دیگه نوز اومدن تورت دادی با یاد کردیم بیان خانشان رنگ من نه خیلی تورت نو живой شده. وزبینه خوبه چی سکل سبب میشه دست در میکنه. خیلی باید هازم بیایی بکن در میلبز رنگی دسته مون میشه. اینم خیلی دوستانی عزیز. این قاکه چشته بودیم وقتی پخته بودیم. کارجاش من نچشیدم، شما چشیده چه خیلی بوده؟ با مزه. کارجاش با مزه بوده که با کریم کدی آبرو که با مزه میشه. خیلی با مزهش میگن منه یادم شیناسه. در افیر میگه پگه افیر دارین دوستان عزیز. دوستان عزیز نمی بعد تورت پختمون، بعد تورت پختیم شدیم تیار کردیم. بعد اوقات سر رو سیمه مکرون که پدلیوش ما پدلیوی هم خیلی تیار کردم. زیر باگه که بگیم پدلیو نیو زیر باگش که تیار کردم. بعد دینا بیگه ما چی کرده بودم نه خیلی سالت سازگی که تیار کردم. ویدیو نکردم، پروست خودم کردم. قبام از اومدگی که خیلی که گفتم من سالتی این خیلی سبزی را برآوردن ندارم خریدم. یکم بار سنجیدم که خیلی میکنم. گفتم شروع کردم نمیخوام بیگه
خوراکی با سالاد خوراک نداشتیم. پروسته ساموسای چی کرده بودم، کوساک چکده بودم. او کتی خای سالاد خورده نمیشه که برایم نصیب کازی کتی ماکارون میخوریم. ماکارون ایره آب خنک آزی آبگردان کده استم. بعد میکشم الکی تیار شده. با ما اشتیای تام کسی خورده است و شما هم اشتیای تام. تورتا بردم برای وی با تلفنی خودم کم کم ویدیو میکنم. اگر دوستان عزیز روزتون بخیر و شادی باشد و از همان میندارم برای سخنهایی که در کامنتاری می نویسید. من همه میگم برای که همین دچیم سوزای مرا توغری بفهمید. بعد یک دو کسی که نو با کانال ما پیوست شده خوش آمدید. بسیار آدم‌ها در همین آخر رو پیوست شدگی‌اند با ما خوش آمدید. بسیار سوال می‌کنید خانه خودتون نیست. نه خانه خودمون نیست. کوارترانتم نصیب باشه میریم ایجام تا همین آخری ماه دکبر. بعد گفتنیم که همین را خریدگی بودم. همین جانداره که نشان دادگی بودم در ولاکم که قطعی همون چای کاندیترس که خریدگی بودم میرم. بعد میخواهم چیپس کنم کدا یعنی من قشه گذراندم. خیلی شروع گذرانده است. نمیدونم که خواستم بسنجم نرمال نگذرانده است یا حاضرش ده یا بیریان میکنیم طرز همی چیپس کردنم نشان میتیم. من یکم بار در کانال خیلی چیپس نشان دادگی نیستم. برای تا آخری ولاگ با ما باشید. خیلی کار تا سپرده آمدگی ویدیو نکده شوارم برای که خوشش نامده نفردهشه. برای ما این آزی میگذرانم با خیلی قپیدنک نداره. چه خیلی که میدونید قپیدنک نداره. میزگرانیم خیلی اکورات نکید دست منو نبره نمیگذران خیلی گذراندم شونه. ولی در آوی خنک یا دو بار میشم شونه. بعد روغن ماندگیم نمک نمیکنیم بریون میکنم شونه. دوستان عزیز همه خیلی روغن من گرم شده داختم خیلی شروع سرخ میکنیم شونه هر دو طرف شه. این رنگ همو چی برین چی میگن چک برین میدازی در دم میکنه سرخ میشه. برای همو شروع نگاه میکنیم. بعد ما برداشته ای را با در دخوفکه ماندنیم برای خروستیاشی شروع شدنش. تا آخر ولاگ با ما باشه دوستان عزیز. دوستان عزیز نمی خیلی سرخ کردم شونه نمک کدگی نیستم. باز میگیرم در دخوفکه میمونم در گرادوسی بلندش میمونم چی یک 5-8 میلیون میسته. بعد میگیرم بعد نمک میکنم شونه بعد نشان میتیم تونه. دوستان عزیز چیپس من تیار شد در اینجا باشه چشیده نکی ما چطور دیگه خیلی آمده است. خیلی ریال ننیم دیگه خیلی چخیره چیپس کلاتش بخور خورده نکی ما در اینجا خونک شده یکه فقط بکنم تو یا نه چیپسی مگزین ده خوشوره یا نه نه. دوستان عزیز تیار کردیم خیلی ولی ماندگیش تیار میکنیم یکم پارچه ولی تا یک قدشه ما چیپس میپزم. این روز فقط ما اینمی اسمی نشونته اینمی فرتوک این روز ما ای بزاشت نمیایم ای سری بستگی میشه تو حاضر نک شدم. فقط در این نماز خونی که شده گرفتم تمام. خیلی نمیشه باشه ویدیو رو با پایان میرسونیم. تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد. خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز خیلی حتما برای نخل چوجاتون تیار کنید. بگذار خوی قرقص کنه. خیر دوستان عزیز.